دونالد ترامپ در حالی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا زمام امور این کشور را به دست می‌گیرد که صلح‌طلبان در انگلیس در نشستی در لندن درباره فعالیت‌های خود از جمله چگونگی مواجهه با سیاست‌های ترامپ به بحث و تبادل نظر پرداختند. با حضور چهره‌های مشهور صلح‌طلب و ضد نژادپرستی در انگلیس همچون جان ریس. بدیهیه که دونالد ترامپ فرد خطرناکیه که قراره در رأس قدرتمندترین کشور جهان قرار بگیره. ترامپ نشون داده فقط به منافع قدرت مسلط در آمریکا میاندیشه. بنابراین براش مهم نیست که حتی انگلیس متحد سنتیش در چه فکریه. ترامپ همچون دیگر دولت‌های غربی در سیاست خارجی فقط به منافع شرکت‌های بزرگ اولویت میده و تقریبا در اغلب موارد مردم در غرب اولویت‌های متفاوت از دولت‌هایشان در زمینه سیاست خارجی دارند. اعتراض به نسل‌کشی در فلسطین و پیشتر جنگ و اشغال افغانستان و عراق به خوبی تفاوت رویکرد دولت‌های غربی با ملت‌هاشون رو نشون میده. ما همچنان تلاش می‌کنیم دولت‌های غربی به خواست و نظر مردم توجه کنن و برای آن ارزش قائل بشن. دیوید جیمسون، نماینده سازمان ضد جنگ گلاسکو در اسکاتلند نیز با اشاره به جنگ اوکراین، بروز جنگ در اروپا را پس از چند دهه برقراری صلح نتیجه سیاست‌های نادرست و جنگ طلبانه اعضای ناتو می‌داند. اکنون که ترامپ دوباره رئیس جمهور امریکا شده، تاکید کرده که کشورهای عضو ناتو پول بیشتری برای نظامیگری باید بپردازند و به جای تخصیص برای رفع بحران‌های کشورهای عضو و سرمایه‌گذاری در مدارس و بیمارستان‌ها، پول‌های مردم رو صرف جنگ افروزی می‌کنند. این وضعیت برای اروپا یک فاجعه است. همان گونه که جنگ در اوکراین یک فاجعه برای این قاره است. ما اروپاییان باید از شر نفوذ نظامیگری امریکا رها شویم و راه خودمان را پیدا کنیم. ما باید جنگ و نظامیگری رو کنار بگذاریم و از ناتو خارج بشیم. شماری از سخنرانان در این نشست ترامپ را فردی با گرایش‌های ملی پرستی افراطی آمریکایی، یک نژادپرست واقعی، هوادار پروپا قرص دخالت نظامی و سیاسی و اقتصادی آمریکا در دیگر کشورها و دارای ویژگی‌های نفرت انگیز دیگر می‌دانند و معتقدند فقط افراد ساده لو ممکن است فکر کنند ترامپ در صدد صلح است. صلح‌طلبان انگلیسی معتقدند باید راه‌های تقویت، گسترش و مؤثرتر کردن فعالیت جنبش‌های صلح‌طلبی رو بررسی کرد تا در مواردی همچون حمایت از حقوق فلسطینیان اقدامات اثرگذارتری انجام بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.